در باغ ملی وحدت ناحیه باباجان غفورов در مساحت 9 از 8 گکتار گرمخانه تشکیل کرده شده است. در گرمخانه 300 بیخ پمیدور نوی آنو و 200 بیخ نوی افرادیتا کشت گردید. اینچنین قلفینه بلغاری نوی محلی چرقیره به مقدار 2000 بیخ چینانیده شده است. حاصل این سبزوار پالزی را تا 4-6 ماه جمع آوری میکنند. عبدالحفیظ حاجیبایف در این گرمخانه 2 سال این جانب کار میکند. او نوع‌های گوناگون تخمی پالزی ها را از خارج دسترس کرده به طریق تجربوی کشت میکند. مخصوص در داخل قطعه های مخصوص نوع پمیدور افرادیتا و بادرنگ آرزو را از تجربه گذرانیده ایستاده است. Allakay hozir benit 20 aprelanda shinondagi 8 aprelanda shinondam allakay un bernada va garmxonada bu bodring ko'chat kardagi hamon bir hafta rasonda az vaqt tez shudas. عبدالحفیظ حاجیبایف مقصد دارد که در آینده نوع‌های تزپس پمیدور و بادرنگ، قلفینه و قرنفل بلغاری را زیاد نماید. در گرمخانه دیگر بادرنگ آرزو را که از ازبکستان دسترس شده است کشت نمود. بادرنگ در مدت 1 ماه 2 مرتبه حاصل می‌دهد و گفت متخصصان دوامناکی حاصلناکی بادرنگ تا ماه سپتامبر ادامه می‌یابد. طرز نگاهبینی این نوع بادرنگ خاص است. سه روز با 1 مرتبه می‌بینید ببینید. حاضر این اگر ما نپیچونیم این دراز شده این پایان می‌فروید. بعد ما همین 3 روز با 1 بار درآمده می‌بریم. میخل اوسیک میگوید به زبان روسی میلاب میگوید توجیکی و گرفته میپاتویم چونکه قوت وایب میبرد میگوید اگر نامو. قهرمان ما در آینده نقشه دارد که مساحت یک گرمخانه را وسیع نموده سبزوار پالزی نوع‌های گوناگون را کشت نماید. این عملی وی به خاطر به دست آوردن حاصل خوب راه اندازی می شود. گزارش محمد صابر نورов، نسیم جان رحیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.